مغز ما در طول تکامل همیشه دنبال بقا بوده. الان یه شاید مثلا 50 سالی 40 سالی باشه که همش دنبال این هستیم که از مغز و امواج آلفا بتا تتا نمیدونم چیزهای مختلف استفاده بکنیم تا به موفقیت بیشتر دست پیدا کنیم و بعد از طرفی هدف گذاری کنیم، برنامه‌ریزی کنیم، کارهای اینجوری کنیم که دستاوردهای بیشتری رو داشته باشیم. در حقیقت در دنیای مدرن ما دیگه دنبال غذا از کوه بالا نمیریم، اما مغز ما حافظه و تجربه‌مون رو به کار میگیره تا زندگی راحت‌تری داشته باشیم. اون تجربیات خیلی جاها به درد ما میخورن. همونطور که باز قبلا اشاره کردیم راجع به نیمکره‌های چپ و راست مغز صحبت کردیم، گفتیم که این نظریه‌ای که در حدود 1960 مطرح میشه و نقش متفاوتی از هر نیمکره در زندگی ما مطرح میکنه. حتی به این اشاره کردیم که ویژگی‌های نیمکره راست در واقع اینه که آدم‌هایی که این نیمکره‌شون فعال‌تره عملگرا هستند، دوست دارن خودشون دست به کار بشن، مشکلات رو با مشاهده الگوها و موقعیت‌های مشابه حل کنن. خلاقیت بیشتری دارن، تفکر باگرا دارن، ترجیح میدن نقاشی کنن تا چیزی بنویسن و به کل تصویر نگاه میکنن نه به جزئیاتش و بعد از این که کلیات رو دیدن به سراغ جزئیات میرن. تشخیص ریتم و ملودی و حتی خلق موسیقی در گام‌های اولیه‌اش از صفات افراد نیمکره راست محسوب میشه و بعدم ترکیب بندی موسیقی و نوشتن نوت و غیره میره در نیمکره چپ قرار میگیره. افراد نیمکره راست معمولاً توانایی‌های غیر کلامی دارن، آدمای شهودی هستن، فضا رو خیلی خوب درک میکنن و احساساتشون رو بدون واسطه درک میکنن. یعنی احتیاج نداره که ما خیلی زیاد بیایم راجع به یه موضوع توضیح بدیم تا احساسات اونها فعال بشه. بلا واسطه، یعنی بلا فاصله حتی با دیدن و شنیدن و تحریکات حواس پنجگانه احساساتشون بهشون کمک میکنه که تشخیص بدن چه موقعیتی رو دارن. در واقع در هنردرمانی ما با همین بخش مغز سعی میکنیم کار کنیم تا احساسات سرکوب شدهمون رو بیاریم و بروز بدیم. معمولاً در سیستم‌های آموزشی کل جهان از مدرسه تا دانشگاه متاسفانه یک شیوه‌ای هست که سعی می‌کنن تخیل و خلاقیت نیمکره راست رو در بچه‌ها کم اهمیت جلوه بدن. تأکید سیستم‌های آموزشی روی پرورش نیمکره چپ مغز بیشتر. خوب بنویسیم، خوب بخونیم و بعد روخانی کنیم و بعدم درک منطقی و استدلالی، درک علمی خیلی خیلی علمی داشته باشیم و اگر کسی حالا تخیل کنه، خیال پردازی کنه، معمولاً برچسب خیال باف بهش زده میشه یا رویا پرداز و این باعث میشه که در بزرگسالی بیشتر افراد به نیمکره چپ مغزشون که تحلیل و منطق رو کنترل میکنه تکیه کنند و خلاقیت و تخیلشون رو نادیده بگیرن و یا حتی ازش بترسن، از احساسهای شهودی، از حس ششمشون و حواس فراترشون ممکنه که وحشت داشته باشن. و حالا اینجا دقیقاً همون جاییه که در بزرگسالی هنردرمانی ورود میکنه. یعنی هنردرمانی وارد میشه با ابزارهایی مثل نقاشی، مجسمه سازی، تصویرسازی، قصه پردازی، نمایش، گوش کردن به موسیقی و هر چیز دیگه‌ای تا مسیر مهندسی معکوس رو بریم. یعنی اینکه حواس پنجگانه رو تحریک میکنه، احساسات رو بیدار میکنه و مغز رو میبره به سمت اینکه حالا یه مقدار خیال پردازی کنه، یه مقدار شهودش رو به کار بندازه، خلاقیت و الهاماتش رو به کار بگیره. چنانچه اگه دوست داشته باشین در این زمینه مطالعات بیشتری داشته باشین، یک کتاب خوب هست به اسم ذهن آگاهی برای مبتدیان که میتونه به شما در این راستا کمک کنه. در پانویسی که وجود داره در پایین ویدیو براتون قرار میدیم، این کتاب رو کامل معرفی میکنیم. از اینکه با ما هستین سپاسگزارم.